برادری پرسیدن فرق میان این دو جمله یا کلمه چی است؟ شخصی میگه استغفر الله و شخصی دیگری میگه الله غفور. آیا هر دوی از اینها ذکر است یا خیر؟ برادری محترم، استغفر الله این ذکر است، اما الله غفور ذکر نیست. الله غفور ذکر نیست، استغفر الله ذکر است. استغفر الله یعنی من طلبی مغفرت میخوام، طلبی بخشش میخوام از الله تعالی، از الله میخوایی، طلب است، دعا است. اما الله غفور خبر میدی که الله غفور است، الله غفور است، تو نمیخوایی. و این ذکر از رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه کرام چنین ذکر ثابت نیست. اگر انسان 1000 مرتبه الله غفور الله غفور بگه، این ذکر حساب نمیشه و به اجر نمیگیره، الا اینکه در مقامی شخصی را پند و نصیحت کنه، بگه الله غفور است، الله غفور است، یعنی الله بخشش کننده است، الله میبخشد. اگر چنین خبری بدی او را نصیحت میکنه، به خودش چیزی نخواسته، اما کلمه استغفر الله طلبی مغفرت میخواد از الله تعالی. پس استغفر الله ذکر است و به اجر میگیره. و رسول الله صلی الله علیه وسلم در روزی بالاتر از 70 مرتبه یا 100 مرتبه استغفر الله میگفتن. اما الله غفور الله غفور هست، هیچ کسی به نام ذکر، نه از رسول الله صلی الله علیه وسلم، نه از صحابه کرام، نه از تابعین به نام ذکر ثبوت دارد. برادری پرسیدن که آیا مسجدی از مال حرام ساخته شده باشد، در این مسجد نماز خواندن درست است یا خیر؟ و جزء دوم سوالشان، آیا برای کسی که مسجد ساخته از مال حرام اجر و ثواب می باشه یا خیر؟ اولا برادر محترم، مساجد جای پاک است و از خوبترین و بهترین و پاکترین مال انسان باید مسجد را بسازد. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. الله تعالی پاک است و جز پاکی چیزی دیگری قبول نمیکنه. الله تعالی می فرماید انما یتقبل الله من المتقین. الله تعالی قبول میکند از انسانهای متقی. و درباره کعبه اهل سیرت می نویسند مشرکین وقتی که بنای کعبه را اساس می گذاشتند، همه صدا زدند که باید پاکترین مالتان را برای بنای کعبه بیارید و مال خود جمع کردن. مال پاکی از اینها اینقدر نبود که همه کعبه را بنا کنند، پس یک جزئی از کعبه باقی ماند چون مال پاک نداشتن و به جز مال پاک از چیزی دیگری در بنای کعبه استفاده نکردند. و در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه اجر. کسی که مال حرام را جمع کرده باشه و باز او را صدقه کنه، بری از او در او صدقه اجر نمی باشه. و کان اصره علیه، بلکه گناهی ازی بالای ازی گناه می باشه. و این حدیث در صحیح ابن حبان و حاکم در مستدرکش روایت کرده و صحیح هم گفته. خب بنابر قول بعضی علما از مال حرام نباید انسان مسجد بسازه و اگر مسجد ساخت اجر نمیگیره. و بعضی علما حکم کردن یا قول کردن که اگر انسان مال حرام داره، میخواهد که از این مال حرام خود خلاص کنه و این مال حرام از بین ببره، دور کنه از خود. یکی از راهایی که مصرف کنه و او را اونجا انفاق کنه مسجد است. یعنی اونها جواز دادن که مال حرام با او مسجد ساخته شود و البته درباره اجرش چیزی نگفتن که یعنی به این اجر میگیره یا خیر. غالبا است که
از چیزی حرام انسان اجر نمیگیره. و اما نماز خواندن در مسجدی که به مال حرام بنا شده باشه، عده از علما جایز دانستن و ایرا مانندی زمینی مغصوبه، زمینی که به زور گرفته شده، مانندی از اون نمیدانن. اینا با خاطر میگم مساجدی که از مال حرام ساخته شده درست است انسان نماز بخونه و نمازش صحیح میشه، لکن بهتر نیست اگر مساجدی که از مال پاک و از مال حلال ساخته شده باشه در اونجا نمازها را بخونه بهتر است. الله تعالی همه را توفیق بده و اموال مسلمین را از حرام پاک بدارد و انسان در حد نهایی تلاش کنه خانه های الله تعالی را از خوبترین و بهترین و پاکترین مالش بسازد و مالی که او شبهه بوده باشه و مالی که یقین داره ناپاک است او را در حد نهایی تلاش کنه که در مساجد مصرف نکنه. اگر مصرف شد و چنین مسجدی ساخته شد از مال حرام، نباید دیگرها از چنین مسجد مردم منع کنن و از خواندن نماز در چنین مسجد مانع شوند و الله تعالی قبول کند. برادری درباره وعده پرسیدن و باز گفتن کدام پیامبر از وعده پرسیده میشه. الله اعلم سوالش واضح نبود. و به هر صورتی وعده، وفا به وعده یکی از صفات خوب مسلمان است و اما خلاف وعده کار کردن از صفات منافقین است. رسول الله صلی الله علیه وسلم از جمله صفات منافقین را می فرمد و اذا وعد اخلف. یکی از صفات های نفاق وقتی که انسان وعده میکنه با وعده خود خلاف ورزی میکند. و در قرآن کریم اسماعیل علیه السلام در صفاتشان ذکر شد انه کان صادق الوعد. شاید منظورتان می بوده باشه، والله اعلم. برادری از اسم عین الله پرسیدن چی معنا دارد؟ عین در زبان عربی معانی زیاده داره، از جمله به معنی چشم می آید. عین انسان، عین حیوان و همچنین با معنی چشمه هم میاد، عین الماء. و عین الله اضافت به سوی الله تعالی یعنی چشمی الله تعالی. عین الله مطلق وقتی که گفته شود به معنی چشمی الله تعالی و شخصی را به این نامگذاری کردن درست نیست. عین الله صفتی الله تعالی است و صفتی الله تعالی مخلوق نمی باشه و هیچ مخلوق را صفتی الله تعالی گفتن درست نیست. مخلوق خلق الله تعالی است. الله آفریده و الله ذات خالق است و خلق صفتی از اوست و هیچ وقت مخلوق صفتی الله تعالی شده نمیتواند. به خاطر نامگذاری به عین الله نام بسیار زیاد قبیح، نادرست و کسی اگر بدانه باز هم نامگذاری کنه گناهکار می شود. برادری سوال کردن که آیا زن برادر را گرفتن جایز است یا خیر؟ زن برادر اگر طلاق شده باشه بعد از تیر شدن عده درست است که انسان بگیرد و همچنان اگر برادر وفات کنه بعد از گذشتن عدت درست است که بگیرد. برادر دیگری سوال کردن آیا قبل از سنت فجر انسان که وارد مسجد میشه تحیه مسجد بخواند؟ برادر محترم، امی سنت فجر خودش تحیه مسجد است، حاجت دیگر تحیه مسجد نیست. سنت فجر وقتی که داخل مسجد میشه انسان
سنت فجر بخونه برای تحیه مسجد کفایت میکنه. همچنان اگر داخل مسجد شد فجر نماز فرض قائم بود، فرض میخوانه، اما خودش در حکم تحیه مسجد هم شامل میشه. اگر نماز سنت فجر در خانه خواند و مسجد آمد وقت بود، باز استاد انتظار نکشه، تحیه مسجد بخواند. برادر دیگری سوال کردن در حق گذشتگان، پدر و مادر و غیره، خیش و اقربا که وفات کردن، نماز خواندن بهتر است یا اینکه تلاوت کردن؟ یعنی نماز بخوانی ثواب نماز به اونها بخشش کنی یا اینکه تلاوت بکنی، کدام از اینها بهتر است؟ برادر محترم، البته نماز یا تلاوت کردن و ثواب زیرا برای مرده ها بخشیدن مسئله اختلافی است. البته هیچ یک از این بهتر نیست. بهتر از همه از اینها دعا است، چون دعا در حدیث میآید رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که انسان وقتی که از دنیا میرود 3 چیز را میگذارد. یکی از جمله او ولد صالح یدعو له، فرزند نیکوکاری که برشان دعا میکند. از نماز و از قرآن خواندن، قرآن بخوان برای خودت، نماز بخوان برای خودت و دعا در حقی پدر و مادرت بکن. و همچنان صدقه و خیرات هم در نصوص وارد شده است، طرفی از اونها صدقه و خیرات انسان میدهد و یا هم حج میکند یا عمره میکند، اینها ثوابش برای گذشتگان میرسد. اما نماز یا تلاوت قرآن چیزی در نصوص وارد نشده و عبادات ما توقیفی است، پس نباید از طرف مرده قرآن بخوانیم و یا اینکه نماز بخوانیم و یا ثواب زیرا به اونها بخشش کنیم. این چیزی ثبوت نداره و آنچه که ثابت است به همون اکتفا کنیم بهتر است.